سلام و درود بر همراهان کانال سفینه علم. امروز ما یک جلب حبیب با خادمین قدرتمند سفلی رو داریم دوستان که بسیار مجربه دوستان. دستور بسیار آسانی داره دوستان عزیز. این اسامی رو که می نویسم عزیزان این رو بر 3 برگه سفید با اسراف و تحسین دوستان در پست 68 از آموزشات سفینه علم ما اسراف و تحسین رو آموزش دادیم با بخور لبان ذکر و سندروس. دوستان جهت تهیه بخورات میتونید به این شماره 0902 117 37 39 در ایتا یا واتساپ پیام بذارید، در پیج سفینه علم یا دایرکت پیام بدید. 3 برگه سفید اسراف و تحسین رو انجام میدید. در هر روزی میشود ولی ساعتتون سعد باشه دوستان، پاک باشه دوستان عزیز. این اسامی رو بر 3 برگه سفید با قلم قرمز، حالا هر قلمی، خودکار قرمز، روان نویس قرمز، فرقی نداره دوستان، می نویسید. بعد از اینکه نوشتید هر 3 برگه رو آتش میزنید تا خاکستر بشه. آتش هرچی بزرگتر وسیعتر بهتر دوستان. ولی داخل هر برگه 3 عدد فلفل سیاه میذارید دوستان. در عطاریا فلفل سیاه موجوده، پودر نمیشه دوستان. 3 عدد فلفل سیاه میذارید، تا میکنید، چسب احتیاج نیست بزنید. اولینی میندازید، بعد از اینکه سوخت و خاکستر شد دومی رو میاندازید، بعد از اینکه خاکستر شد سومی. یعنی تو همون ساعت سعد که این رو نوشتید همون ساعت آتش میزنید. محبوب شما و معشوق شما و حتی اگر همسر شما باشه رفته باشه بسیار دلتنگ شما خواهد شد و دوست داره سریع برگرده و به سمت شما بیاد دوستان. یک از دستورات قدرتمند سفلی هست دوستان، سفلی ارضیه. پاک باشید. خب دوستان در این برگه من می نویسم عزیزان سلا دوستان. سلا احتیاج نیست بخوانید، فقط می نویسید. او را تی شونن، او را تی شونن، هرقا تا نیس، هرقا تا نیسن. همین 3. بعد از اینکه نوشتید زیرش می نویسید عجیبو یا خدامه حاضل اسماء و الغو محبت. این فلان ابن فلانه اسم مطلوبتون یا معشوقتون رو می نویسید. معشوق این اسم خودش، اینجا اسم مادرش. فی قلب این فلان ابن فلانه اسم خودتون رو می نویسید، یا بن یا بنت فرقی نداره، اسم خودتون، اسم مادرتون یا اسم طالب رو. الوها، الاجل، الساعه. همین دوستان. بعد از اینکه نوشتید 3 دانه فلفل سیاه میذارید داخلش، اینو تا میکنید. 3 تا از این کاغذها رو میارم، بزرگ نوشت، شما از کف دستم کاغذ سفید بگیرید کفایت میکنه و میتونید انجامش بدید دوستان و ببینید چه تأثیری داره دوستان. جهت سرکتاب قرآنی، چه با قرآن کریم چه با موکل، جهت انجام طلسمات بازگشت معشوق یا جهت طلسمات زبان بند یا فروش ملک، ساخت
انگشترهای رزق و روزی، انگشترهای هیبت و زبانبند، انگشترهای جذب جنس مخالف یا هر چیزی. میتونید با شماره‌ای که خدمتتون دادم 0902 117 37 39 در واتساپ یا ایتا یا دایرکت صفحه این پیام بگذارید. افرادی که میخوان قطعا سفارش بدن میتونن تماس بگیرن. دوستان این که تماس میگیرید میگید که 100% یا تضمینیه یا این چیزها، دوستان فکراتون رو بکنید بعداً تماس بگیرید. افرادی که کتاب میخوان، کتابی که ما در حال چاپ داریم، میتونن پیام بگذارن. دوستان کتاب در مورد علوم غریبه و انواع طلسمات هست که بازارم پیدا نمی‌کنید، فقط مخصوص خودمون هست که به شاگردان میدیم. دوستانی که میخوان تهیه کنن میتونن بابت کتاب پیام بگذارن یا تماس بگیرن اینجا که ما شرایط خدمت دوستان عرض کنیم. امیدوارم در انجام این اعمال موفق باشید دوستان عزیز. بدرود.